به دوره آموزش شوهر شدن خوش اومدید. برای تمرینات آماده اید شوهر روی آینده؟ بله قربان. چه خانم خوشگلی اینجاست. اوه نگاه کن چه دافیه. کسی نمیخواد نگاه کنه؟ نه قربان، ما نمیخوایم شب رو کاناپه بخوابیم. خب از سر کار اومدید حسابی خسته اید نه؟ بله قربان. خب حالا بگو ببینم چرا چند وقته به ما توجه نمی‌کنی؟ پس اون طلایی که می‌خواستی واسم بخری چی شد؟ چرا شبا که میخونه این جنازه میفته جلوی تلویزیون؟ چرا ما این سفر خارجی نمیری؟ من دیگه نمیتونم. احمق فقط باید سکوت کنی. کی از پاساژگری خسته شده؟ دشمن. ابروی جدیدم چطور شده؟ بی‌نظیره قربان. رنگ موهای جدیدم چطوره؟ عالی شده قربان. ناخونام چطور شده؟ وای محشره. احمقا برای ناخون بیشتر ذوق کنید. عالیه. دیلیلیلینگ زنگ خورد. جانم عزیزم. دیلیلیلینگ زنگ خورد. جانم عزیزم. سریعتر دیلیلیلینگ. این غذایی که برات درست کردم به نظرت شوره؟ نه فقط خوشنمکه قربان. غذای تو چی؟ به نظرت سوخته؟ نه فقط جا افتاده قربان. کارتا به دست بکش بکش آره حقوقم بکش داره تموم میشه. نکنه اعتراضی داری؟ نه قربان. لبخند بزن و بکش شعارمون رو تکرار کنید. متاسفم اشتباه از من بود. متاسفم اشتباه از من بود. قربان یکم پول باقی مونده، میتونی اونو واسه خودمون خرج کنیم؟ نه اون یه ذره باید واسه خانم طلا بخری. میتونی بری توی کاریزما شبانه روز آنلاین واسه طلا و نقره بگیری. تازه دارن آیفون 17 و PS5 هم جایزه میدن. بکشید. دیگه نمیتونم سر پا باشم، زانوام داره میشکنه. دووم بیار. بعد واسه وایسادن تو صف گوش آماده باشیم. نه.